بهت گفتن اگه فقط مثبت فکر کنی همه چیز درست میشه؟ یا اینکه بشینی و هر روز پول رو تصور کنی توی ذهنت، پول و موفقیت همین جوری به سمتت میان؟ خب بذار حرف آخر رو همین اول بهت بگم، همه اینا دروغه. اما حقیقت اینه که توسعه فردی یه صنعت میلیارد دلاریه با کلی کتاب و سمینار و سخنرانی و کلی شعارهای قشنگ. اما واقعیت اینه که خیلی از این محصولاتی که به ما فروخته میشن فقط برای بازاریابی و فریب ذهنی ما هن. مثلا بهت میگن باور کن و عمل کن، اما هیچی از واقعیت زندگی یا شکست هایی که تو مسیر برات ممکن اتفاق بیفته نمیگن. یا مثلا میگن همه میتونن میلیاردر بشن، اما هیچی از موقعیت و شرایط و عوامل محیطی بهت نمیگن. یا مثلا بهت انگیزه میدن اما مهارت کافی و لازم رو بهت آموزش نمیدن که به موفقیت برسی. اما اینجا یه سوال مهم مطرح میشه، آیا کل توسعه فردی یک دروغه؟ قطعا نه. توسعه فردی به بیان ساده یعنی اینکه خودت رو قدم به قدم به نسخه ایدئالت نزدیکتر کنی و خودت رو قدم به قدم بسازی. مثلا به جای اینکه بشینی و تجسم کنی که داری پولدار میشی، بری واقعا هوش مالی یاد بگیری چگونه سرمایه گذاری کنی، چگونه پسنداز کنی حتی. یا مثلا به جای اینکه بگی من موفقم، بدونی که موفقیت نیاز به برنامه، شکست خوردن و اصلاح مسیرت داره. یا مثلا به جای اینکه بشینی چندین دقیقه پای یک فایل انگیزشی، بری و به جاش چندین دقیقه یک عادت مفید رو جایگزین کنی که واقعا تو زندگی تأثیر داره. یا مثلا به جای اینکه به حرف هر کتاب و هر احدالناسی که یه سخنرانی ازش اومده بیرون گوش کنی، ذهنتو منتقدانه تربیت کنی و به ذهنت یاد بدی که چیزی که واقعا برات مناسبه رو باور کنه و عمل کنه بهش. یه حقیقتی که شاید خیلی برات تلخ باشه اینه که تو مسیر توسعه و رشد فردی و مسیر موفقیت هیچ میانبری وجود نداره. این مسیر یه مسیر تدریجی و زمانبره. اما اگر یاد بگیری روی مهارت‌ها، عادات درست و ذهن واقع بینانه داشتن تمرکز کنی، اون وقته که توسعه فردی تبدیل به حقیقت میشه، نه دروغ. پس دفعه بعدی که دیدی کسی داره میگه فقط با فکر کردن میتونی به موفقیت یا چیزی برسی، یادت باشه که تنها راه موفقیت استمرار، تلاش و یادگیریه. خب حالا که تا اینجای ویدیو رو دیدی، خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنی و تجربت رو توی توسعه فردی زیر این ویدیو کامنت کنی و به ما بگی که چه تجربه‌ای داشتی که مشابه این چیزایی که تو ویدیو گفتم بوده. حتما خوشحال میشم که کانال من رو سابسکرایب کنی تا ویدیوهایی که واقعا به رشدت کمک میکنن رو در ادامه ببینی. من 2 تا ویدیوی دیگه هم تا الان تو کانالم گذاشتم که اونها هم توی زمینه رشد فردی و قدم به قدم پیشرفت کردن بهت خیلی کمک میکنن. خب مرسی که تا اینجا اومدی. فعلا تا ویدیو بعدی.